زمستان بود، هوا بسیار سرد بود. سینمایی بود در خیابان استانبول به اسم سینما سهیلا. دومین نفری بودم که رسیدم جلوی گیشه. نفر جلوی من بلیط رو خرید رفت، به من که رسید گفتم بلیط تمام شد. من اونجا داشتم با اون فروشنده گیشه چونه می‌زدم که حالا اون گوشه وای میستم یه جایی بالاخره جایی فلان اینا. یا آقایی به من گفت شما فردی نیستی؟ گفتم چرا؟ خودش معرفی کرد، گفت من دکتر پوشان هستم، صاحب این سینما. بعد آدرس دفترش رو به من داد. فردای اون روز من رفتم دفتر ایشون. اونجا به من گفتن که یه سناریویی داریم تنظیم میکنیم به اسم چشمه آب حیات و شما اگر مایل باشید رول اول شما بدیم. اولین صحنه‌ای که آقای یاسمی برای من گذاشت یه صحنه عشق‌بازی بود که اونم اولش هم ایران بود. آنچنان عرق میشست به صورت من که تمام گیره ما پاک شد. ما اون روز شاید 3-4 ساعت بر رفتیم و نتونستیم